حاجی الان دیدم خونه حسین تویی رو دیشب زدن حاجی. بابا گناه داشت بچه، بابا این همه برو کنسرت 20 سالو بخون زندگی این بچه رو گرفتیم بردیم، این بیچاره یه دار زندگی یارو رو گرفتن بردن که ای بابا. حسین جان حالا بهت زنگ میزنم، من الان خواب بیدار شدم. حاجی خواستم این احساسمو با کل این 6 نفر خدایی اصلا بابا این حسین جان اگه رفتی بسکتبال خونت زدن یه خارکسته همین دور و بره حاجی، بگرد تو دور و بر پیدا کن بگو کیه، من برات ردیفش. ای وا حاجی حسین واقعا بچه خوبی حاجی، حق بدبخت سید خار آدمو میگاد. این که میدونین آین ول نمیکنه که حاجی. انقدر حاجی بچه مهربون خوبیه، انقدر حالم گرفته شد. ای بیچاره حال لس آنجلس من گاییدم بابا. چیه بابا یوستون بهتره. از ببینم من اصلا ساعت ماه دیگه نبرم الی، چون اینا میخوام بیان دست من ببرن. من خارکوزه خودم نکاشت و درو میکردم، این ساعت کار کرده منه، یعنی بخواد این ساعت ببره باید کتف من رو بندازه. کسی هم که بخواد کتف من رو بندازه اصلا به کتف من نمیرسه، من فرار میکنم. اما اول الان شما فکر کردید من مثلا کتف اون رو بخوام بندازم. آقا ولی یه چیزی من امروز به شما میگم، من که نمیدونم اون دزد شاید خارجی بودم ولی مطمئنم از طرف آشنا بوده. خب نمیدونم، من فرضیات دارم کسیشر همجوری میگم، ولی حسین تویی سید بچه خوبیه، خار مادر آدمو میگاد. این از من نصیحت، اگر ایرانی هست این کارو کرد و 1% منو میبینی خودت ببر با کار دعوت